پزشکان و پرستاران ناراضی در مقابل ساختمان وزارت بهداشت پرتغال. هزاران نفر از کارکنان خدمات درمانی پرتغال در اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی دولت از چهارشنبه به مدت 2 روز دست از کار کشیدند. به گفته اتحادیه این یکی از بزرگترین اعتصاب‌های کارمندان خدمات درمانی در تاریخ پرتغال است و بیش از 95% از کارکنان در آن شرکت دارند. آنها به بالا رفتن افزایش پول نسخه، اضافه کاری پزشکان و جایگزین کردن بخش خصوصی به جای بخش دولتی اعتراض دارند. این جراح میگوید بر اساس پیشنهاد دولت پزشکان از این به بعد در استخدام بخش خصوصی خواهند بود، نه دولت. به این ترتیب دولت هیچ مسئولیتی نسبت به کیفیت و کمیت خدمات آنها نخواهد داشت. دولت پرتغال در مقابل دریافت یک وام 78 میلیون یورویی از نهادهای مالی بین المللی از جمله ملزم به کاهش بودجه بخش بهداشت و درمان شده است. اما در دوره اعتصاب نوبت‌های جراحی و پزشک از 1 ماه قبل با اطلاع قبلی تعویض شدند، اما بخش فوریت‌های پزشکی به کار خود ادامه می‌دهد.